سلام و عرض ادب. داخل این ویدیو من میخوام چرخ شانس اوربیت رو بیام براتون باز کنم. خب این چرخ شانس اوربیت چی هست؟ ببینید ما یک بخشی داخل صرافی اوربیت داریم که شما به ازای وظایفی که انجام میدی یک شانس پیدا میکنی که یک روی گردونه کلیک میکنی و این گردونه اینجوری نیست که بگیم یه جای خالی داره هدیه نداره، همش هدیه است، پر از هدیه است و 100% هدیه میگیری. هم داخل صرافی داری فعالیت میکنی، هم میتونی از این گردونه استفاده کنی و هدیه‌های خوبی بگیری. خب داخل موبایل گردونه شانس اسمشه که توی صفحه اول، همون صفحه اول ورودت، گردونه شانس رو میتونی ببینی و روش کلیک کنی. داخل کامپیوتر هم این 100% وین رو میبینی، اینجا روش کلیک میکنم. خب این قسمت برای من باز میشه، ثبت میکنم باز بشه. این قسمت برای من باز میشه. این همون گردونه است که راجبش صحبت کردم. برای شرکت اینجا باید گزینه ثبت نام رو میزنید. وقتی کلیک کردی به راحتی وارد میشی، هیچ چیزی نیاز نیست، فقط یک کلیکه که 17 روز و 11 ساعت و 24 دقیقه و 34 ثانیه دیگه و همینطور ثانیه ها داره کمتر میشه، باید بجنبی دیگه، وقت داری. خب میتونی داخل این گردونه شرکت کنی. این گردونه چیا داره؟ ببین ارزهای مختلف، 450 تا لایت، 150 تا ارز پامپ، 800 تا لانچ کوین، $10 بونس، میشه گفت تریدینگ بونس یا فیوچرز بونس بهتون میده، 300,000 ارز بانک، $5 دوباره فیوچرز بونس، 800 تا لایت، 15,000 تا ارز بانک بهتون هدیه میده. اینجا نگاه کن برنده ها رو، دقت کن. این آقا با این یو آی دی برنده شد، حالا یا خانم یا آقا، 800 تا لایت، ایشون 30,000 تا بانک، ایشون 800 تا لانچ کوین برنده شده، ایشون $10 فیوچرز بونس برنده شده و به همین شکل، همونطوری که داریم میبینیم، هدایای مختلفی هدیه گرفتن یا جوایز مختلفی هدیه گرفتن که اینجا اومده گفته آقا این ارزهایی هست که ما قراره داخل این گردونه بهتون هدیه بدیم. خب الان به نظر من شانسی دارم؟ نه، من هیچ شانسی به دست نیاوردم. چه وظایفی باید انجام بدم که به ازای شانس به دست بیارم و بعد بتونم روی گو کلیک کنم و این بچرخه و یک کدوم از اینها هدیه من بشه؟ اگر بیایم پایین وظایف مختلف رو واسه ما توضیح داده که مثلا اگر $85,000 حجم بزنی یه دونه شانس به دست میاری، بعدش میای روی گو کلیک میکنی، یکی از اینا رو بالاخره هدیه میگیری. اگر دوباره بیای 135,000 حجم بزنی یه شانس دیگه، 215,000 حجم بزنی دو شانس، 295,000 حجم بزنی دو شانس دیگه. حالا قسمت پایین‌تر، وظیفه معاملاتی دیکس، توکن های معاملاتی دیکس معتبر. اگر واریز داشته باشی $300 یه شانس، $600 یه شانس و همینطور به شکل چیزی که داریم میبینیم. اگر 1000 تا داشته باشی دوباره یه شانس دیگه. ببین خیلی مهمه. البته توکن های معاملاتی ها این واریز نیست، این منظورش اینه که $300 شما معامله داخل صرافی غیر متمرکز دکس داشته باشی. دوباره اینجا اگر شما معاملات فیوچرزتون به $85,000 $135,000 برسه، این حجمش به 135,000 حجمش به 85,000، اگر تو دکس حجمش به 300 تا 600 تا 1000 تا برسه، همینطور یک شانس به دست میاری که میای این بالا کلیک میکنی و هدیه‌ت رو میگیری. سوابق هم نشون میده که چه هدیه‌هایی گرفتی. پایین‌تر هم قوانین رویداد رو حتما مطالعه کن. اگر هنوز داخل صرافی اوربیت ثبت نام نکردی، اگر هنوز هدیه‌ها رو دریافت نکردی، لینک ثبت نامش رو داخل توضیحات ویدیو گذاشتم که حتما با اون لینک ثبت نام کن. از طرف دیگه هدیه‌ها رو هم ازش غافل نشو که به دردت میخوره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تمام تلاش من اینه که اطلاعات درست رو به موقع بهتون برسونم و بتونین بهترین نتیجه ها رو در صرافی ها و محیط بازار و ارزهای دیجیتال به دست بیارین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.